استراتژی ساده و آسونی که خوراک نقطه زنیه و وین ریت بالایی داره و راحت میتونی بدون یاد داشتن چیز خاصی باش سودای عالی رو کسب کنی و به درآمد برسی. باشه به چنل یوتیوب خودتون یعنی رانتریت خیلی 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 خوش اومدین. امروز هم میخوام بهتون یه استراتژی آسون رو بهتون یاد بدم که به نسبت آسون بودنش وین ریت خوبی هم داره و ریوارد 2.5 هم بهمون میده. خب الان روی چارت کاردانو هستیم تایم فریم 1 دقیقه. ما به 2 تا چیز نیاز داریم. یه دونه اندیکاتور ایچیموکو که از قبل حالا من گذاشتمش، میتونم اینجا بهتون نشون بدم، میشه این. و یه دونه هم فیبوناچی که حالا من از قبل تنظیماتش رو تغییر دادم، بذارید ریست کنم بهتون بگمش. خب یه اندیکاتور فیبوناچی که از اینجا مشخص میشه. خب اندیکاتور رو گفتم، ببخشید. خب میایم تنظیمات فیبوناچی رو واسه خودم تنظیم میکنیم. کلا 3 تا خط بیشتر نیاز نداریم. یه دونه عدد 0، نیم یا همون 5 دهم و 1,618. بقیه رو حذف میکنیم. همین 3 تا رو واسه خودمون نگه میداریم و عدد 0 رو رنگ قرمز، 5 دهم یا نیم رو روی مشکی قرار میدم و اینکه 1,618 هم سبز چون تارگت هست که میشه این شکلی. خب برای ورود سقف و کفای قیمتی رو نگاه میکنیم. اگه تنکنسن ما توی کف و یا سقف ما یه حرکت 7 یا 8 شکل زده بود و برگشته بود و از محل کراس تنکنسن و کیجنسن ما از کراسشون به قبل تا حداقل تا 20 کندل قبل کراس دیگه ای هم نبود، ما روی اون ناحیه میایم فیبوناچی رو نصب میکنیم و از کف و یا سقف تنکنسن تا کف و یا سقف قیمتی اون میشه نقطه ورود ما. خب بریم پای چارت که من بهتون نشون بدم. خب یکم بریم عقب. خب مثلا اینجا ببینید این یک کف واسه ما تشکیل شده و قیمت رفته به سمت بالا. اگه خط آبی رنگ ما که میشه خط تنکنسنمون هم نگاه کنیم، یه دونه حرکت 7 شکل زده. خب ما میایم فیبوناچی رو از اینجا نصب کنیم. از راست این نقطه شروع میکنیم و میاریم رو کف قیمت. خب ببینید که حد ضرر ما عدد 0، نقطه ورودمون عدد نیم و 1,618 هم تارگت ما میشه. خب از اینجا که بریم جلوتر ببینیم که بله چه قشنگ روی این ناحیه واکنش داده و قیمت رفته به سمت بالا. کالا اینجوری هم میتونم رسمش کنم. ببینید که ریوارد 239 رو به ما داده. خب منظور از 26 کندل قبل که راسی نباشه اینه که از ناحیه که این خط تنکنسن و کیجنسن ما با هم برخورد کردن، از این ناحیه به 26 کندل 20 کندل قبل که 20 کندل میشه اینجا به قبل این دوتا دیگه هیچ برخوردی نداشته باشه. مثلا ببینید اینجا نه، حالا اینجا هم 20 کندل برخورد داشته. سرید مثلا اینجا ببینید 12 کندل قبلش به هم دیگه برخورد کردن، پس این نقطه ورود نمیده به ما بهش کاری نداریم. خب اینجا رو گرفتم، تارگت اینجا رو داد. خب اینجا ببینید یه سقف تشکیل شده و قیمت ریخته و یه دونه ببینید حرکت 8 شکل زده تنکنسن ما. از اینجا تا بالا رسم میکنیم، ببینید چه قشنگ تا سقف قیمتی رسمش کردیم و اینجا به ما اینجا رو عدد 0 میشه نقطه ورود ما. حد ضرر ما روی ببخشید نقطه نیم، نقطه ورود ما میشه عدد نیم روی فیبوناچی و
عدد 0 حد ضرر و تارگت ما هم میشه همون خط سبز رنگ 1618. ریوارد 2 رو بهمون داده و میبینید که چه قشنگ هم تارگت شده. خب اینجا هم هست. آره ببینید تا 20 کندل قبلمون هیچ کراسی رخ نداده، یک هفته تشکیل شده، قیمت رفته بالا، یه دونه حرکت 7 شکل داریم. از اینجا فیبوناچی رو رسم میکنیم به این کف و خب اینجا ما تارگت داده و حالا حد ضررمون رو زده. پیش میاد اگه شخصی سازی کنیم خیلی هم بهتر میشه. حالا خب اینجا یه دونه حد ضرر، یه دونه ضرر زد، حالا دوتا تارگت، یه دونه ضرر. خب اینجا هم فکر کنم آره اینجا ببینید اینجا که نبود، اینجا تا 20 کندل قبل 26 عادت کردم، حالا به خاطر یه استراتژی دیگه میگم 26 تا 20 کندل قبلمون هیچ کراسی نیست و یه دونه کنسلمون هم حرکت 7 شکل تشکیل داده. از اینجا رسم میکنیم تا اینجا ببینید نقطه نیم میشه نقطه ورود ما، 0 حد ضرر و 1618 هم تارگت هست که ببینید تارگت زده. خب بریم قبلتر، بریم اول. خب اینجا هم فکر کنم بشه کندل میایم قبل، ببینیم کراسی نیست. از اینجا فیبوناچی رو رسم میکنیم تا این کف. حالا بذار بریم جلوتر. خب بله ببینید چقدر دقیق به همون نقطه ورود داده، چقدر دقیق ورود کرد و رفته بالا. دقیقا از ناحیه‌ای که ما مشخص کردیم ما تغییر روند داده. بله ببینید اینجا ما تارگت داشت، البته نفع کنم یه خورده پایین رسم کرده، اینجا میشه. بله بذارین درستش کنم. آره من خیلی یه خورده پایین کشیدم. بیا اینجا حد ضرر اینجا میشه. آره ببینید چقدر قشنگ ورود داده. خب باز بریم یه خورده عقب‌تر. باشه. خب 20 کندل قبلمون که راست داشتیم، حالا 19 کندل و اینا رو هم میتونیم قابل قبول بگیریم. خب یه دونه سقف تشکیل شده، قیمت ریخته، یه دونه حرکت 8 شکل هم داریم ما، اون حرکت تیز. حالا از اینجا فیبو رو رسم میکنیم تا سقف قیمت اینجا میشه. خب پوزیشن شورت میشه، بله روی نقطه نیم میشه نقطه ورود ما، نقطه 0 حد ضرر و 1618 تارگت. اوردر رو که بذاری دیگه خودش قشنگ به اینجا رسیده و فعال کرده. ریوارد 2.18 دیگه. آره 2.18 رو بهمون داده. خب اینجا فکر کنم باشه. آره ببینید تا 20 کندل، باز میگم 26 تا 20 کندل قبلمون هیچ کراسی رخ نداده بین تنکنسن که جنسه. فیبوناچی رو رسم میکنیم و این کف ببینید بای نقطه نیم نقطه ورود، 0 هم حد ضرر و 1618 هم تارگت هم. ببینید چقدر قشنگ به اون تارگت داده. فقط همین نکات شما چیزایی که گفتم و رعایت کنید، این استراتژی بهتون راحت میتونه سود بده، به خصوص اگه شخصی سازیش هم کرده باشید. دیگه همون نکته مهمی که همیشه گفتم، تمام این استراتژی ها
100% سود میدم بهتون. فقط کافیه اون استراتژی رو که به نظرت آسان تره از بین ویدیوهایی که توی یوتیوب قرار منتشر کنیم یکیشون رو انتخاب کنین و شروع کنین ازش بک تست گرفتن. حالا 50 تا بک تست میگیری، 100 تا ازش بک تست میگیری. تو بک تست که بگیری یه سری نکات دستت میاد که میتونی با همون نکات شخصی سازی کنی و اون استراتژی رو واسه خودتون سودسازتر کنیش. چون ما این ویدیو رو که قرار منتشر کنیم یه جورایی این سبک هم حالا یه حالت پابلیک بهش دست میده دیگه، خیلی انجام بدن دیگه جواب نمیده. واسه همین میگم شخصی سازیش کنین و اینجوری خیلی راحت‌تر بهتون سود میده و تا مدت خیلی طولانی هم بهتون سود میده. همین دیگه، استراتژی همین بود. ببخشید حالا اگه مشکلی هست توی ویدیو، چون ویدیوهای اولمونه، واقعا عذرخواهی میکنم. امیدوارم همینجور ادامه بدم، بتونم بهتر شم و بتونم محتوای خیلی بهتری بهتون ارائه بدم. خیلی ازتون ممنونم که تا آخر ویدیو همراه هم بودین و اگه مشکلی داشت و سوالی بود حتما توی کامنت ها بهم بگین تا بتونم به بهترین شکل ممکن کمکتون کنم. دمتون گرم تا اینجا ویدیو با هم بودین. جیبتون پر از پول و خدا نگهدار.